بچه ها حالتون چطوره؟ ما امروز اومدیم کجا؟ نوبیه توی جنگلای ووژ، قسمت کوهنوردی. کلبه بگیم؟ کلبه ولی جای خیلی قشنگ تو دل جنگل توی شرق فرانسه. بعد جاتون خالی. خب میتونم بهتون بگم که همینجوری که دارید میبینید مسیر راه جنگلی به دریاچه‌ای که ما رفتیم یک کم ناهموار بود و میشه گفت بیشتر زمین خاکی و سنگی بود، ولی انقدر که دور و برش پر از درخت و سبزی و خوشگلی بود که اصلا متوجه سختی راه نمیشی. خواهش کنم. هر انگوشی جون هزار تا هر هنر جون هزار تا انگوش میباره. او بیغم برید چون اگه کج بذاریش یه دفعه آدم میفته پاش مش میخوره اینا. بچه ها میخوام یه جای خیلی قشنگ رو بهتون نشون بدم. این شما، این هم سکانی چند لحظه. یه جای خیلی خوشگل میخوام بهتون نشون بدم. آلو واسه ساعت چند رو فکر کردی؟ در کمک گفتم ما میاییم. بیایم بچه‌ها فقط کارت بر ما داشته باش. ای براش کادو گرفتی؟ برای کی؟ اینا براش کادوه. اینا اون آدمای طبیعت بودن. اون یکی برامون آفت این صاحب رستوران نبود. بچه ها اینجا داریم از کنار دریاچه اول رد میشیم و برسیم به دریاچه دوم، ولی انقدر خوشگل بود کنار دریاچه و مسیری که رد میشدیم منظرش قشنگ بود که من واقعا حیفم میومد فیلم نمیگرفتم. بچه ها این شما، اینم دریاچه. قراره که بریم توی این کلبه که یه رستوران خیلی خوشگل فرانسویه تارت بخوریم همه با هم دیگه. پس با ما همراه باشید. بعد از یه پیاده روی 1 ساعته یک کلبه وسط جنگل با تارتای خوشمزه.
داری گیری؟ این هم داخل رستوران با کلی مشتری که همشون منتظر غذاهاشون هستن و این ساعت فکر میکنم ساعت 12 بود که ما رسیدیم اینجا و اومدیم نوشیدنی سفارش دادیم، نوشیدنی همونو گرفتیم، بعدم مستقیم رفتیم سراغ تارتای خوشمزش. بهتون بگم که توی این دوتا دریاچه که بهتون نشون دادم امکان ماهیگیری هست ولی نمیتونید شنا کنید و شنا یه جورایی قدغنه. چه خیسه؟ آره Oh, il danse pas sur la même musique. C'est pas la même musique. کنندگان راضی هستین؟ ممنون.